نکته مهم ارزش افزوده پاییز 1403 طبق ماده 4 قانون دائمی ارزش افزوده و ماده 3 قانون سامانه مؤدیان، اظهارنامه ارزش افزوده 1 ماه پس از هر فصل فرصت داره. یعنی اظهارنامه فصل پاییز تا 30 دی ماه باید فرصت داشته باشه. اما از اونجایی که مهلت ارسال فاکتورها تو سامانه مؤدیان 12 روزه شده و مهلت واکنش طرف مقابل 1 ماه هست، یعنی اگر ما آخرین فاکتور پاییزمون رو 12 دی ماه ارسال بکنیم، تا 12 بهمن طرف مقابل فرصت داره که واکنش نشون بده. پس اینجا نتیجه میگیریم که دیگه اظهارنامه ارزش افزوده پاییز تا 30 دی ماه فرصت نداره و فرصتش بیشتره. با توجه به پیشنویس بخشنامه‌ای که در حال حاضر انجام شده، تا 23 بهمن فرصت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز هستش. و نکته دوم، شما با توجه به مشاهده اظهارنامه‌تون میتونید مغایرت بین کارپوشه و اظهارنامه‌تون رو پیدا کنید و از طریق ارسال بازخورد میتونید اظهارنامه‌تون رو اصلاح کنید یا تیکت ثبت کنید. ممنون که از محتوای آموزشی حمایت می‌کنید و برای دوستانتون هم ارسال می‌کنید.